حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که امریکا در فکر تغییر رژیم جمهوری اسلامی است. او روز 14 اکتبر هنگام سخنرانی در دانشگاه تهران گفت امریکا برای رسیدن به این هدفش از وسیله‌های گوناگون کار میگیرد. هدفشون چیه؟ هدف نهایی رو الان من میگم. با جنگ روانی آغاز کردن. جنگ اقتصادی به عنوان هدف میان مدت اونهاست. جنگ برای موضوع کارآمدی نظام هدف سومه. مشروعیت زدایی از نظام هدف نهاییه. این میگن از بین بردن رژیم چنج، به قول خودشون رژیم چنج چجوری میشه؟ با مشروعیت زدایی میشه، ولی که رژیم چنج نمیشه. ماه امسال رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفت که کشورش از سازش هسته‌ای کشورهای ابرقدرت عالم با ایران خارج می شود. همچنین امریکا مرحله به مرحله تحریمات بر ضد ایران را برقرار می کند. سر از ماه نوامبر مرحله دوم تحریم ها با تحریم نفت ایران شروع می شود. 5 کشور دیگری شریک در سازش اتمی با تهران، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان تاکید کردند که سازش را اجرا می کنند. اما احیای تحریمات وضع اقتصادی ایران را ناگوار کرده، از جمله به قرب پول ملی جمهوری اسلامی ضربه زد. بعضی ایرانیان بر این نظرند که تحریمات کنونی در مقایسه با تحریمات سالهای 2012-2015 تأثیرات بیشتر خواهد داشت.